جمون من دیگه نمیکشم، من نمیتونم. چرا تو شدی؟ نگاه کن، تو روزی اومدی من سیغه کردی با عالی جناب یونتقار نمیگفتی من خوشبختش میکنم. کو نه همش جنگ، همه سرت دومال فز نمیگرد، یه قرون پول نداری. نگاه کن من یه ایده‌ای به ذهن رسید پاره. بابا چی؟ نگاه کن ما میریم مردم چسان قدیم میگه نمک گوگوریو میاریم میدیم تو کیلوی 10,000 تومان تا 2 ماه دیگه میدیم تو. و تو بعدش 2 ماه دیگه نمک اصلا قد پدرت میخواد بیاری. نمیدیم شون. نمیشه بچ میگیرن تو دیونه ای، اصلا مجوز نمیدن. امپراتور کیه؟ پدرت. تو مشورت. ما نه دربا چیزن رو. در دیده با. دست نه. من میفهمم من خوشگل، پدرت خوشگل، تو به کی رفتی مثل میشی شدی؟ بره تو باقی بزن مرتوب. خونگاه که یه تعلیقی بگو اول یارو تسو هشمون بذاره. پس تو چرا اسما اینجوری میگی؟ چی؟ من الان به تو بگم جمونگو خوبه؟ تسو چیزه؟ آقای تس. خونگاه آقای تس. بگو یه تبلیغ هشمون بذاره بعد چه ملکه وونهو یه دیگه بذاره. با بقیه بلانگرا چسان قدیم و چسان جدید و چسان میاندار من خودم صحبتی کنم. در میگینه. هموتو کمپانی وانت کننده نمک دوستان عزیز هم هستن. پنجتون گذاشتم حتما داماد کنه آسه ماسقتونم. ستانو بدبخت شدیم بیچاره شدی بخوای سیاه نشستی. چطور شده؟ جمون گرخته. این که من راه میبرم تو چطوری؟ من چطورم؟ 50 کیلو نمک فقط من شش خریده بودم. الان باید چیکار کنم؟ ستانو بله خدا مش مگید تو دیگه چرا چی کاری کردی؟ تو که خودمون بودی تو میگی همسایار نمیشناسی.